همه ما میدونیم که برای استفاده از هوش مصنوعی محصولات ادوبی مثل فتوشاپ، پریمیر یا افتر افکت نیاز به اکانت قانونی داریم. اما خب به خاطر مشکلاتی که ما در ایران داریم، خرید، نگهداری و استفاده از این اکانت قانونی یه مقداری متفاوت هست. توی این فیلم توضیح میدم که چطور اکانت قانونی فتوشاپ رو بخریم، چطور مراقبش باشیم که به خاطر اینکه در ایران هستیم و تحریم هستیم بلاک نشیم، چطور از امکاناتش استفاده بکنیم، اصلا قیمت‌هاش چجوریه و کجا میتونیم این اکانت‌ها رو بخریم در ایران با توجه به اینکه تحریم بانکی هستیم و نمیتونیم پرداخت دلاری داشته باشیم. تمام این مشکلات رو چجوری حل بکنیم که بتونیم از اکانت اورجینال و قابلیت‌های زیادی که هوش مصنوعی بهمون میده استفاده بکنیم. با من همراه باشید. سلام به شما دوستای عزیز، مهران چیزساز هستم در خدمت شما با یه فیلم آموزشی دیگه در مورد خرید اکانت ادوبی. سوالی که این روزها خیلی مطرح میشه این که چطور اکانتمون رو بخریم و یه عالمه سوال دیگه و پیچیدگی هایی که ما توی ایران به خاطر مشکلاتی که داریم باید بتونیم حلش بکنیم. من همه اینها رو بر اساس تجربیات شخصی خودم میگم و امیدوارم که به دردتون بخوره. قبل از همه این مباحث من یه مقدمه کوچیکی بگم در مورد اکانت خریدن و اینکه اصلا چرا ما باید اکانت بخریم. اون روز تا حالا خب داشتیم از فتوشاپ هممون استفاده می‌کردیم و روی سیستم هممون هم نصب، حالا فتوشاپ که میگم همه محصولات ادوبی منظورم هست، لایت روم، کامرا را، پریمیر و همه محصولات، ما اون روز تا حالا داشتیم ازش استفاده می‌کردیم، هیچ پولی هم پرداخت نکردیم، ورژنش رو دانلود می‌کردیم و استفاده می‌کردیم. تفاوت در کجاست؟ همه ما میدونیم توی تمام دنیا بابت نرم افزارهایی که افراد استفاده میکنن باید هزینه‌شو پرداخت بکنن. ما توی ایران به دلیل نداشتن قانون کپی رایت این نرم افزارها رو به صورت قفل شکسته یا اصطلاحاً کرک شده استفاده می‌کردیم اون روز تا حالا و هنوز هم داریم استفاده می‌کنیم و هیچ پولی بابتش پرداخت نمی‌کردیم و دانلود می‌کردیم و نصبش می‌کردیم. اما توی 2-3 سال گذشته با اومدن هوش مصنوعی نرم افزارها یه جورایی دیگه آنلاین کار می‌کنن. یه قسمت زیادی از امکاناتشون رو به صورت آنلاین در اختیار شما می‌ذارن. وقتی که شما آنلاین باشی یعنی باید به اینترنت وصل باشی تا بتونی از قابلیت مثلا هوش مصنوعی فتوشاپ یا بقیه محصولات استفاده بکنید. این آنلاین بودن شما یه جورایی باعث میشه که هویت شما مشخص بشه، یعنی مشخص بشه که شما این اکانت رو قانونی خریدی یا غیر قانونی. اگه امکانات جدید رو اصلا نیاز نداری، یعنی اصلا کار با هوش مصنوعی ندارین و اصلا نمیخواین از امکانات جدید استفاده بکنین، به همون شکلی که اون روز سالا داشتین استفاده میکردین ادامه بدین، فعلا میتونین کار بکنین. اما اگه نیاز دارین که از امکانات جدید مثل هوش مصنوعی یا مثلا قابلیت‌های فایرفلای یا جنراتیو فیل فتوشاپ استفاده بکنین و کارتون رو راحت تر بکنین و حرفه‌ای‌تر کار بکنین، حتما باید اکانت قانونی بخریم. من توی این ویدیو در مورد این صحبت میکنم که اصلا این اکانت چجوریه، چجوری خرید بکنیم، پلناش چیه، چه امکاناتی بهمون میده و چجوری ازش استفاده بکنیم. بیاین تو بخش بعدی تا براتون توضیح بدم. اول بیایم ببینیم اگر ما در ایران نبودیم چجوری بود روال کار. بعد این روال رو تک تکش و مراحل دور زدنش رو بهتون میگم. خیلی راحت شما میتونید در ایران هم که هستین همین روال رو طی بکنید. در حالت عادی شما وارد سایت ادوبی اگر بشین، گزینه ساین رو که کلیک بکنین میتونین با ایمیلتون وارد بشین یا میتونین یه دونه اکانت بسازین. حالا من اکانت خودم رو قبلا وارد میکنم و ادامه رو میزنم، یه دونه یوزر و پس بهتون میده. اینو من قبلا ثبت نام کردم تو این سایت، ثبت نامش رایگان هستش. شما ثبت نام رو انجام میدین و وارد اکانتتون میشین. شما وقتی که وارد اکانتتون شدین از این قسمت میتونین قیمت ها رو ببینین شما به صورت 4 مدل مشتری میتونین باشین. یکی اینکه مشتری شخصی باشین که این اکانت رو شخصی برای خودتون استفاده بکنین، یا اینکه یک شرکت باشین و این اکانت رو به صورت شرکتی بخواین استفاده کنین. حالا فرق این دوتا رو براتون میگم. دانش آموز یا معلم باشین یا اینکه توی مدرسه باشین و یا دانشگاه و کارهای تحقیقاتی انجام بدین. برای این دوتا پلن شما حتما باید تاییدیه از دانشگاه داشته باشین و کلی داستان داره. خب عددهای خیلی پایین تری داره ماهانه، ولی خب تاییدیه از دانشگاه یا از به قول معروف مدرسه باید داشته باشه که مدرسه و دانشگاه‌های ما به این سادگی ها نمیتونید شما این تاییدیه رو براش تهیه بکنید. پس بیاین شما سراغ این دوتا گزینه. حالا هر کدوم از این گزینه ها رو که انتخاب بکنین شما میتونین تعریف بکنین که همه نرم افزارها رو میخواین داشته باشین یا نه اینکه فقط مثلا شما عکاسین
فقط نیاز به فتوشاپ و لایت روم داری، نیاز به مثلا افتر افکت و پریمیر و اینا نداری. اگر فتوشاپ و لایت روم مثلا بخواین شما ماهانه تقریبا $20 پرداخت بکنین، میتونین این دوتا نرم افزار رو داشته باشین. اما اگر همه نرم افزار رو بخواین نزدیک به $30 ماهیانه اگر پرداخت بکنین شما میتونین این نرم افزار رو داشته باشین. البته دقت بکنین الان توی تخفیف بلک فرایدی هستیم و توی تخفیف‌های بلک فرایدی قیمت‌ها نصف قیمت هستن. سالی یه بار این تخفیف رو میذاره، فرصت خیلی خوبیه برای کسایی که میخوان خرید بکنن. ببینیم وقتی که شما این گزینه رو انتخاب میکنین، نرم افزارهایی که بهتون میده همه نرم افزارهای شرکت ادوبی رو یک جا میتونین شما بخرین، به اضافه یه 100 گیگابایت فضای کلاودی که بهتون میده. حالا میتونین عکساتون رو بذارین، نمونه کارتون رو بذارین. تفاوت این ستا به این صورته که شما این رو به صورت ماهانه پرداخت میکنین، یک ماه شارژ میکنین، اینو به صورت سالانه شارژ میکنین ولی یک ماه از اکانتتون کسر میشه. و گزینه آخرم این که کل یک سال رو یه جا پرداخت میکنین که خب یه تخفیف خیلی خوبی هم بهتون میده که شما یک جا پرداخت بکنین. کانتینیو رو که بزنین میرین وارد مرحله مثلا پرداخت میشین و شما میتونین اینجا پرداختتون رو انجام بدین و کارتتون تموم بشه و کارتون رو انجام بدین. پس تا اینجا متوجه شدین اگه شما یک یوزر غیر ایرانی باشین کافیه که فقط توی این مرحله پلنی که میخواین رو انتخاب بکنین و برین پرداختتون رو انجام بدین. وقتی پرداختتون رو انجام دادین یه ایمیل براتون میفرسته، یوزر پستون رو بهتون میده و شما میتونین اینجا ساین این بکنین یا مثلا فتوشاپتون رو که باز میکنین از اون بالا گزینه ساین این رو که بزنین اینجا میتونین فتوشاپتون رو لاگین بکنین. از این به بعد دیگه همه محصولات شما به صورت اورجینال هستش، از کلی از هوش مصنوعی میتونین استفاده کنین. خب تا اینجا دیدین که بقیه مردم دنیا چجوری از محصولات استفاده میکنن. ما به خاطر اینکه در ایران هستیم، تحریم بانکی هستیم، تحریم آی پی هستیم، فیلتر شکن نیاز داریم و کلی مصیبت دیگه، یه سری کارهای سخت‌تری باید انجام بدیم. یعنی یه سری کارهای دیگه‌ای باید برای تک تک این کارها انجام بدیم ولی قابل انجام هستش. من توی ادامه ویدیو براتون توضیح میدم هر کدومش رو چجوری حلش بکنیم. خب ما این که در ایران هستیم برای خرید اکانتمون و پرداخت پولمون به صورت دلاری به دو صورت میتونیم عمل کنیم. اول اینکه از یکی از دوستامون که در خارج از کشور هستش ازش درخواست بکنیم که برامون پرداخت دلاری رو انجام بده، یوزر پس رو برای ما بفرسته. خب میتونیم اینجا بهش ریال برای حساب بانکیش بزنیم یا اینکه اصلا از ارز دیجیتال استفاده کنیم یا هر روش دیگه یه جوری باش تسویه بکنیم دیگه. اما روش دومی که اگه کسی رو نداریم در خارج از کشور میتونیم از شرکت هایی که داخل ایران خرید دلاری برامون انجام میدن کمک بگیریم. اینا یه درصدی میگیرن، همه این شرکت ها یه درصدی میگیرن بابت خدماتی که به شما میدن و برای شما حالا خرید رو انجام میدن و یوزر پس رو در ایران بهتون تحویل میدن. چند تا از این شرکت هایی که این کار رو انجام میدن رو من داخل کپشن نوشتم، به این دلیل داخل فیلم اسمشون رو نمیتونم بیارم به خاطر اینکه خب نه اسپانسر این ویدیو هستن و نه اینکه من از این دوستان هزینه‌ای دریافت کردم که تبلیغشون رو بکنم و این کارو نمی‌کنم. من صرفاً تجربه شخصی خودم رو در اختیار شما میذارم و امیدوارم که به دردتون بخوره. لطفاً قبلش تحقیق بکنین، ولی اون کسایی که من خودم باهاشون کار کردم رو هم توی کپشن می‌نویسم. کسایی که مطمئن هستن خدا رو شکر کلاهبردار نیستن که اون موقع مثلا شما پول بدین پولتون رو بخورن یا دیگه جوابتون رو ندن و بلاکتون بکنن و این داستانا رو نداریم. آدمای معتبری هستن، میتونین باشون کار بکنین و قیمتاشون هم منصفانه است. یعنی درصدی که میگیرن درصد منصفانه‌ای میگیرن و اونقدر هم بالا نیست. اما حالا خریدمون رو انجام دادیم، حالا یا از طریق اقوام و دوستانی که در خارج از کشور هستن یا از طریق یکی از این سایت ها برای ما پرداخت رو انجام داد و یه یوزر پس بهمون داد. حالا از این به بعد باید چی کار بکنیم؟ میدونین که ما در ایران هستیم و شامل تحریم های آمریکا هستیم. خیلی از سایت ها و شرکت ها آی پی ایران رو به عنوان آی پی مشکل دار تلقی میکنن و بلاکش میکنن.
کمپانی ادوبی هم از این قاعده مستثنا نیست و اگه بفهمه که شما از ایران بهش متصل شدین، شما رو بلاک میکنه یا اکانتتون رو مسدود میکنه. برای جلوگیری از این داستان شما باید 2 تا چیز رو حواستون باشه. یکی آی پی خودتون که دارین به اینترنت و حالا به سایت ادوبی وصل میشین. دوم اون جایی که خرید رو براتون انجام داده، از اون بانکی که انجام داده ببینین از چه بانکی براتون خرید انجام شده. شرکت ها همشون اینو توضیح میدن. شما مثلا میرین به یکی از این شرکت ها میگین که برای من خرید انجام بده. اون شرکت براتون میگه که ما از ریجن مثلا ترکیه براتون از یه بانک توی ترکیه براتون خرید رو انجام دادیم. یوزر پس رو به شما میده. شما فیلتر شکنتون رو که روشن میکنین، آی پی تون تغییر میکنه. از اون کسی که فیلتر شکن میخرین باید بگین که یه فیلتر شکن با آی پی ترکیه بهتون بده که شما لوکیشن خودتون که وصل میشین با لوکیشن پرداختتون این دوتا از یه جا باشه که به مشکل نخوره. وقتی که شما از ترکیه خرید میکنین بعد یهو از آلمان یا مثلا از ایتالیا وصل میشین به سیستم، خب ادوبی میفهمه که این یه اتفاقی داره میفته، یه تفاوتی هست و احتمال داره. ببینی احتمال داره، حتمی نیست، 100% نیست، ولی شاید این اتفاق بیفته. ما برای اینکه این درصد بیاد پایین داریم این راهکار رو میدیم. آی پی جایی که باهاش وصل میشین، یعنی آی پی فیلتر شکنتون با آی پی اون جایی که خرید کردین یکسان اگه باشه هیچ اتفاقی نمیفته. من خودم الان 2 سال 1 سال و نیم 2 سال هست که دارم استفاده میکنم، رعایت کردم، هر روز هی لوکیشن فیلتر شکنم رو عوض نمی کنم، با یه لوکیشن دارم وصل میشم. لوکیشن من آلمان هستش، خریدم هم از آلمان بوده و هیچ مشکل تا الان پیش نیومد. اما یه سری کار دیگه هم هستش که به شما کمک میکنه که یه موقع اشتباهی نشه و اکانتتون نپره. تا حالا برای من اتفاق نیفتاده، خیلی وقتا این کارهایی که دارم میگم من خودم رعایت نکردم و اتفاقی هم نیفتاده، ولی خب یه 1% چون اکانتتون رو باید به دلاری پرداخت بکنین، هزینه‌اش شاید برای بعضیا سنگین باشه. خب شما این مسائل رو رعایتش بکنین قطعا به مشکل نمیخورین، خب ضرری هم نداره. یه وقتایی میشه که شما حواستون نیست فیلتر شکنتون رو مثلا روشن بکنین روی سیستمتون، فتوشاپتون رو باز میکنین و یهو به خود میان میبینین که ای بابا نکنه آی پیم افتاد توی سایت ادوبی و بدبخت شدم مصیبت شد. نه، این اتفاق نمیفته. ولی حالا برای اینکه این اتفاق نیفته شما همیشه DNS ست بکنین روی سیستمتون. بیاین تا بهتون بگم DNS ها چجوری ست میشن روی سیستمتون. خیلی راحت میتونین این کار رو انجام بدین. همیشه دیگه آی پی تون مخفی میمونه حتی اگه فیلتر شکنتون روشن نمونه. در اولین قدم برای ست کردن DNS تون وارد سایت شکن بشین. روی این 2 تا عددی که اینجا نوشته کلیک راست بکنین، میبینین که کپی میشه توی سیستمتون. حالا بیاین توی اینترنت فعال سیستمتون کلیک راست بکنین، اوپن نتورک رو بزنین و از اینجا بیاین روی چنج آداپتر آپشن. وقتی که کلیک میکنین میبینین که تمام کانکشن های سیستمتون رو میاره. احتمالا حالا از شما ممکنه اینا کم و زیاد باشه. روی ایترنتتون کلیک راست بکنین و پراپرتیز رو بزنین. بیاین تو آی پی های ورژن 4 تون توی اینجا و دکمه پراپرتیز رو بزنین. از اینجا این الان DNS های اتوماتیک داره براتون انتخاب میکنه. شما این DNS های سایت شکن رو باید بهش بدین. بیاین اینو بذارینش روی گزینه دوم، کلیک راست بکنین و پیست رو بزنین. میبینین که این عددی که اینجا کپی کردین در اینجا براتون کپی میشه. حالا اینجا دوباره بیان این رو کپی بزنین و دوباره بیان این رو بازش بکنین. کجا رفت؟ اینجا رفت. اینجا بیان بازش بکنین، اوکی بکنین و کلید اوکی رو فشار بدین، کلوز رو بزنین و میبینین که و کلوز رو بزنین، این رو ببندین، اینا هم ببندین تا قبل از اینکه شکن رو فعالش بکنین، یعنی DNS هاتون فعال بشه. اگه وارد سایت شکن بشین براتون این ارور رو میده، میگه شکن برای شما فعال نیست. یه بار اگر اون رو DNS رو اوکی بکنین، الان اگر رفرش بکنین میبینین که برای شما مینویسه تبریک، شما در حال استفاده از شکن هستین. این یعنی که DNS های شما الان ست شده و آی پی شما یه جورایی در سرورهای حالا شرکت‌های مختلف به صورت مخفی هستش. یکی از تست‌های دیگه اینه که شما میتونین سایت‌هایی مثل سایت فریپیک و سایت‌هایی که تحریم هستن رو خیلی راحت بدون استفاده از فیلتر شکن بازش بکنین. این یه جورایی تحریم شکنه در اصل، فیلتر شکن نیستش.
مورد بعدی تنظیمات خود کریتیو کلود هستش. شما وقتی که ویندوزتون رو روشن میکنین، کریتیو کلود روی سیستمتون میاد بالا. برای اینکه این اتفاق نیفته و احیانا یهو وصل نشه به سرور رو بفهمه شما از ایران هستین، نوازهای کریتیو کلودتون رو غیر فعال بکنین که تا وقتی که شما نگفتین بالا نیاد و خیلی راحت شما همه کارا رو انجام بدین. قشنگ فیلتر شکنتون رو روشن بکنین، DNS هاتون ست باشه، بعد خیلی راحت روشنش بکنین و باهاش کار بکنین. برای اینکه این اتفاق نیفته بیاین داخل کریتیو کلودتون، اینجا گزینه فایل، گزینه پریفرنسز رو کلیک بکنین و از اینجا این لانچ کریتیو کلود ات لاگین رو غیر فعالش بکنین. این باعث میشه که شما هر وقت خودتون خواستین این کریتیو کلود بالا بیاد و وقتی که ویندوزتون بالا میاد این با ویندوزتون روشن نشه که بتونه اون دردسر رو داشته باشه. حالا این گزینه رو هم میتونین خاموشش بکنین که بعد از اینکه کریتیو کلودتون رو بستین توی پس زمینه دوباره ران نشه دیگه. اینو کلا میتونین دیزیبلش بکنین، ولی حتما این گزینه اولی رو کلیک بکنین. یکی از اون نکات ریزی هست که اگر رعایتش بکنین هیچ وقت به مشکل نمیخورین. مورد بعدی این که شما مواظب باشید که اگر مثلا با موبایل میخواین لایت روم داشته باشین، روی سیستمتون هم لایت روم دارین، حواستون باشه که IP موبایلتون، اون فیلتر شکنی که روی موبایلتون استفاده میکنین با اون فیلتر شکنی که روی کامپیوترتون استفاده میکنین از یه IP ساپورت بشه. ترجیحاً اگر میشه و امکانش، حالا من خودم خیلی از نرم افزارهای ادوبی روی گوشیم استفاده نمیکنم، بیشتر روی کامپیوتر استفاده میکنم، ولی خب ممکنه یکی کامپیوتر داشته باشه، لپتاپ هم داشته باشه. اگر رو دوتاش میخواین داشته باشین، فکر میکنم اکانت های پرسونال روی 2 تا دیوایس میتونین داشته باشین. سعی بکنین اون فیلتر شکنی که استفاده میکنین از یه IP باشه که به مشکل نخورین، چون دقیقاً یه IP ثبت میشه توی سامانه ادوبی و اونجا براتون مشکل ساز نشه یه موقع احیانا. دوستای عزیزم، من تمام چیزهایی که نیاز بود برای خرید اکانت قانونی رو توی این ویدیو براتون گفتم. خیلی‌ها شاید نیاز نشش، خیلی‌ها جنبه احتیاط داشت، ولی خب با تجربیاتی که از دیگر دوستان داشتم من تا حالا خودم به مشکل نخوردم، چون یه مقداری رعایت کردم. مثلا فیلتر شکنم و حواسم بود، IP مو حواسم بود، ولی خب کسایی که حواسشون هم نبوده خیلی وقتا دیدم براشون مشکلی پیش نیومده. ولی خب ما جانب احتیاط رو رعایت کردیم. خیلی از این کارهایی که میکنین یه جورایی محتاطانه هستش تا بتونه از قابلیت‌های بی‌نظیر اکانت‌های ادوبی استفاده بکنین. نظراتتون رو لطفاً زیر همین فیلم برای من کامنت بکنید. اگه سوالی دارین زیر همینجا بپرسین، من پاسخ میدم. و اگه دفعه اولی هم هست که پیج منو میبینین، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنین، این زنگوله رو هم فشار بدین که فیلم‌های بعدی منو از دست ندین. مواظب خودتون باشین. خدا نگهدار.